شهر بزرگه تیایوی زندگی کنم، اما امروز کارت من دست مایکلی و مایکل داخل جی با کارت فرانکین هر چی بخواد میتونه بخره و امیدوارم چیزای خوبی هم نخره. کارت فرانکین موجودیاش این بالا میاد، انگار بیشتر موجودی نداره. قراره کارتم به مایکل بدم و مایکل بره با کارت فرانکین خرید کنه. خیلی جالب بزن به آقا هم تو که دیدین فرانکین برای 24 ساعت کارتشو داده به من و آقا اومدیم بریم داخل لس آنجلس کارت فرانکین خالی کنیم طبق معمول. خیلی خوب بزن بریم سراغ ویدیو لیست کن. خیلی خوب کارت فرانکین موجودی شما باید بریم ببینیم. آقا اینجا بله اینجا مرکز شهر و اینجا یه چیز هست دستگاه خود پرداز هست. بریم ببینیم چقدر پول داره کارت فرانکین. خب کارتش اینو بذاریم رمزیش آها اینم از این و به همینقدر داشت تراکنشش هم بله آقا فرانکین در مجموع 2 میلیون الان پول داره و این 2 میلیون میشه خیلی کاری کرد. اوکی بدم بریم. اولین کاری که میخوام کنم آقا کارت فرانکین اینه که بریم ساندویچ بخریم. ضمن ما که فقیر نکنیم بریم آقا این ساندویچ رو میخوام 5 بخرم برای خود مایکل نه برای من و مایونم بخرم. میخوام فرانکین رو بعد بخورم. یه ساندویچ فروشی اینجاست. به باشه دیگه واسه داشت نوکرت هم صوبت بخیر آقا اومدم 5 ساندویچ بپیشم ببرم گیرون تایی میشم داشت میگم پول داری آقا پول بپیشم چند دقیقه بعد خوب آقا ساندویچ رو گرید نستدم در نکنم الان گرون تری نستدم الان میدونی میخوام چی آورم نمیدونی یه فیلم آقا نزنیم یه فیلم آنجلس اومده که پیامش الان برام فیلم گرون ترین فیلم الان لس آنجلس خوب که همین آدم سبز هستن اینا بازی میکنن که الان مردم میخوام برن تو چند نفر هم تو هم یا بریم بلیتش خیلی گرونه بلیتش میکنن 700,000 استادی هم کل پولشو فقط میتونم 5 تا چیز بخرم. من دومین چیزه بریم فیلم اونا کنم. چند دقیقه بعد خیلی خوب فیلم اونا کردم. خب برای سومین چیز آقا چیکار کنم؟ آقا این چیزی باید هم رسیده ولی الان نمیشه آقا مثلا شبش بدون آقا آخر شبم شد و اونی که میخواستم الان اجرا میکنم. الان میرم اداره پلیس گرونترین ماشینی که اصلا تولید شده و قیمتش بالا باشه رو اون ماشین من آزاد میکنم از اداره پلیس سوارش میشم میرم چه ماشینی الان تو پارکینگ اداره پلیسی که من آزاد کنم من پول من گرونشم. سلام داشت هستی نبود بفرمایید آقا من اومدم ماشینی که الان خوابیده و گرونه بخشید مریضم ماشینی گرونترین ماشینی که تو پارکینگتونه رو میخوام همین حالا کیویشم بدین هرچی پولم بشه از این کار بشین. بعد گرونترین ماشینمون 1 میلیونه نصف پول فرانکی میمونه. خوبه پس آقا گرونترین ماشینتون بدین از این کارت هم بکشین. خب آقا اینم از این. خب آقا ماشین هم چه گرفتیم بریم از پارکینگ رو چون معمولا وقتی شب میشه این افراد پول رو ماشینشون رو میخوابونن و برداشت برو کنار آموجا بزنیم ماشین به باجی چه ماشینی به خدای ماشین نکن روخو باید این ماشین از همه خفنده داره آقا سوار همین میشی و چهارمین چیز و یکی مونده با آخر چیزی میخوام بخرم ببین فرانکین آتیش بگیرد بذارم بریم بتونشون بدم اومدیم گرونترین لباس فروشی لس آنجلس اومدیم آقا با کارت فرانکین میخرجون اینم 4مین چیزی میخوام اینجا بخرم و آخرین چیز ببین فرانکین آتیش میدن. خب بیام اینجا سلام خانم لباس گرونش این برای اوکی الان میرم میخرم لباس گرونش اینو بخریم بعد آجی میخوام کار فرانکین امروز خالی خب نه قیمتا $20 شدیم چالش دیگه خود فرانکین من چه کار گرونش همین داشتم فرانکین گرونش اینه برای فرانکین تخفیف گرونش داشتی خود کارت دادی ببینیم و اینقدر $5,000 نزدیک $6,000 هست. خب ببین بعدی میخوام چونش پارشه اجازه بدین میام تو گوشیمون اوکی
میریم تو گوگل، الان بهتون میزنیم خرید خونه و خرید خانه و به اینو میزنیم و این هم از این گرونترین خونه جی تی آی خرید با مبلغ 1,500,000 همونقدر دیگه 2,000 فرانکی مون و دیگه الان حسابش خالیه و میریم یه فرانکی بعد این ویدیو چیزی نداره. خب باید به دوباره گیزا فقیل پولداری بذاره. اگه میخوام بذاریم براتون حتما لایک این ویدیو رو به بالا 15 تا برسونیم. بزنیم حاضر دیانه خونه جی تی آی تو دست مایکده و بابا این خونه نیست، این خونه کناریه. بریم در رو کنیم و آجی فرانکی بعد این ویدیو قطعا با چاقو دنبال مایکل میگرد و تر همینجا بمونه و اینجا یه بخش اتاق گیمینگ برای مایکل که خوشبالی خدا بگیم چه اتاقی داره لباسش رو اینجا میذاره. بریم بخش دیگه هم نشون بدم اینجا آشپزخونه اینطوری داره و آجی آب این آقا این آب دقیقا نکنین تلویزیون داره و پنجره تکنولوژیا خب ویو خدای ویو بعد نیست تلسکوپ میگه ستاره اصلا داشون ببینن ابری هم ستاره دیگه نمیشه اینجا هم میشه طبق همون آشپزخونه اصلا بعد نیست من دیگه من فقط آشپزخونه همین قدی یخچال هم داره که باید پر کنه خودش اینا دیگه خونه میان طبقه پایین و تخت خواب این فکر کنم در بوده بس بودیم اتاق خوابش اینجا تخت خواب خوب ویو راج ویو و اینجا باید بالکن رو چیم ساختمه بالکن نه مهم نیست اینجا خوبه دکارسیون هم چیده نه اتاق پلو بشون قشنگ ببین با خونه اولش شکل بزرگتر خیلی خفت داره اینجا این لباس کنی جمع داشتی اونقدر خفن نیست ولی خیلی گرون 1,500,000 سر این داریم که در کل پول فرانکی تموم شد ولی تموم شد پول فرانکی. الان باید بریم پیش فرانکی این کارتو بدیم و چالش رو تموم کنیم بزن بریم. اینم آسانسور آپارتمان هست ولی خوب گرون و بعد اینکه این پفلوز دلغش پولا ما به باد فراد داد و این چالش هم تموم میکنیم. امیدوارم از این چالش لذت برده باشید. امیدوارم حمایت چه پول در بیاره دوباره فرانکی داشتم عزیزم و اگه میخواین چالش بیشتر تو جی تی آی براتون بذاریم حمایت کنید دنبال کنید لایک کنید و نظرتونم بگین مایکل کار خوبی کرد یا کار بدی کرد که من فکر کنم فرانکی داشتم با واضحی سب ما تو خود شورا باش نه تا ویدیو بعدی خدافظ.